عن الصادق علیه السلام انه جاء الیه رجل فقال له بی انت و امی یبن رسول الله علمنی موعظة. فقال له علیه السلام ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاهتمامک بالرزق لماذا و ان کان الرزق مقسوما فالحرص لماذا و ان کان الحساب حقا فالجمع لماذا. هدیه به پیشگاه حضرت صادق صلواتی مرحمت بفرمایید. مردی به خدمت حضرت صادق رسید، فرمود که پدر و مادرم فدای تو ای پسر رسول خدا، به من موعظه‌ای بیاموز. موعظه‌ای بیاموز. امام فرمود که اگر خدای تبارک و تعالی، خدایی که برکتها از جانب اوست و علو و مکان و درجه از آن اوست، اگر اون خدا قد تکفل بالرزق، اگر او عهدهدار رزق آدمیان شده، فاهتمامک بالرزق لماذا، چرا قصه و غم روزی رو میخوری؟ و اگر رزق مقسومه، تقسیم شده بود، فالحرص لماذا، اگه واقعا رزق و روزی تقسیم شده چرا حرص میزنی؟ بیشتر میخوای؟ اندازت معلومه. و ان کان الحساب حقا فالجمع لماذا، اگر حساب و کتاب و مشخص کردن همه چی انسان حق قطعیه، پس این جمع کردن و هی ضرب و تقسیم کردن برای چیه؟ روایت طولانیه، تقریبا چند خطه، و حضرت به همین روال و به همین شکل اموری رو که معمولاً ما به عنوان دغدغه ها و مشکلات زندگیمون باش مواجهیم رو به دانه میشمره. از اهتمام و قصه هامون، از حرص هامون، از جمع کردن هامون، از کسالت و بی‌حوصلگی هامون، از بخل ورزیدن هامون، همه اینا رو میشمره و دونه دونه با همین شکل بیان ازش حرف میزنه که اگر این گونه است، خب پس این همه دغدغه و قصه ما برای چیه؟ ببینید، فرازهای این خیلی دشوار نیست فهمیدنش. اینکه خب ما قصه رزقمون رو میخوریم، ریشش اینه که ما نگرانیم جور نشه، ما نگرانیم اونقدری که میخوایم فراهم نشه. این نشون میده ما مطمئن نیستیم به تأمینش، مطمئن نیستیم به جور شدنش. به ما تذکر میده که تو وقتی این حالت رو داری، نشون دهنده از یه چیزی اون پشته. اون چیزی که اون پشته اینه که تو باور نداری که عهدهدار قصه کسی هست. الان اگر من و شما 2 نفر 3 نفر بیان از افراد معتبر بازار تعهد کنن که هر ماه فلان قدر به حساب ما میریزن، با خیال راحت زندگیمو میکنم، سر ما هم میرم کارتو میذارم، پولو میگیرم، میام خرج میکنم و اصلا دغدغه ندارم. یعنی هر دفعه هم کارتمو میدم مطمئنم توش پول هست. پس تعابیر رو میتونیم بفهمیم که در حقیقت تو اینها داره
به ما میگه باورهایی که مدعای ماست، ما ادعا میکنیم باورها رو داریم، در حقیقت همه آشفتگی ها و دغدغه های ما برخواسته است با بیباوریمون، اتفاقا بی‌توجهیمونه، سستی اونهاست. و اگر این سستی ها و بیباوری ها بره، ما این همه دغدغه و غصه نداریم، هرس نمیخوریم، بخل نمیورزیم و هی دنبال حساب و کتاب نیستیم. اولین نکته‌ای که باید بهش دقت کنید اینه که ببینید تو این بیانات نباید فکر کنیم منظور اینه که تو زندگی حساب و کتاب و دقت نباید کرد. نه، ما موظفیم به برنامه ریزی، موظفیم به تلاش، موظفیم به حساب و کتاب داشتن کارامون. این که حرفی نیست. منتها وقتی این تبدیل میشه به هرس میخوریم. این معنا نداره. من دقتمو کردم، با وجود دقت ظاهرا این برنامه که ریختم جواب میده، تلاشمو کردم، ولی وقتی که این کارو کردم باز دارم هرس میخورم، باز قصه دارم، باز نگران فردام، نشون میده یه جای دیگه لنگ میزنه، یه جای دیگه گیر داره. من خودم رو تو هستی تنها میبینم، من همه کار رو تو دستای خودم میبینم، منم و یه هستی پیچیده با هزار رمز پنهان و هزار حادثه‌ای که میتونه رخ بده و من عهده‌دارش نیستم. توی این هستی خدا نیست، توی این هستی ماییم تنها و بی کس تو بیابون غریب. ولی اون چیزی که میتونه این رو از بین ببره اینه که ما این باورها رو تو خودمون پرورش بدیم. یادم یکی از دوستان تو جلسه ای بودیم میگفت که ما هم تو جوونیامون باورمون این بود خدا میرسونه، ولی بعداً با حقایق آشنا شدیم. متوجه شدید این حقایق بعدی چی میشه دیگه؟ کفریات. یعنی فهمیدیم نه بابا نمیرسونه، گفتن خودش هم نمیفهمید چی داره میگه، گفت بعداً با حقایق آشنا شد. و این نکته کلیدیه که ما گاهی سوالات و شبهاتی که از جوانی داشتیم همچنان باقیه. همینایی که گفتم گاهی واقعا سوال ما هست که آخه گفتن از یه طرف میگن برو بدو، از یه طرف میگن ما خودمون میرسونیم. گفتم برو بطلب، بعدم گفتن زیاد ندو، ما خود رزق هر کس معلومه. گاهی این گزاره های مبهم، این اشکالات تو اعتقاداتمون رو با خودمون سالهاست حمل کردیم آوردیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین تزلزل هاست تو معرکه های مختلف. یه بار باید حساب رو صاف کنیم، بپرسیم، تحقیق کنیم، مطالعه کنیم. گاهی از اوقات جوابا رو میدونیم ولی فضای طبیعی زندگی ما رو از اون غافل میکنه. من الان فردا چک دارم، الانم هیچی پول تو جیبم ندارم. خب به طور طبیعی حساب میکنم مواطن و منابع رزق و دیگه هرچی حساب میکنم میبینم چیزی قرار نیست بیاد و فردا قطعیه که چک دارم. خب اینجا در حقیقت این فاصله یه چیزی رو فضای طبیعی زندگی از ما گرفته و اون توجه به باورهایی که ما نسبت به نظم این هستی باید داشته باشیم. ما باور داریم اگه من تو راه باشم و من تلاشم رو بکنم عهدهدار رزقم کسی هست. چه جوری کجا نمیدونم. و اتفاقاً قشنگیش خیلی از اوقات اینه که به این که ندونم، تا اگر احساس راحتی دارم با اتکای به خدا باشه، نه با نگاه به امکاناتم. اینا رو میتونست خدا تو همه شیرایی که من میچرخونم آب قرار بده، هر دفعه مشکلی که بود قابل تشخیص باشه که از کجا قراره تأمین شه، میشد. ولی قشنگی داستان اینه که منو به جایی برسونن احساس کنم پشت هر شیری، شیر آبی میتونه آب باشه ولو اینکه هیچ سابقه ای تو اونجا ندارم.
و این اونه که اون شیرها رو پر آب میکنه، این اونه که این مواطن رو آماده میکنه. پس از این روایت طولانی و زیبای حضرت صادق این رو میفهمیم که اگر این باورها رو در خودمون تو اصل اعتقاداتمون از شبهات رهاش کنیم و بعد اینها رو تو روزها و شبها برای خودمون یادآور بشیم و تو حادثه هایی که رخ میده و فشارهایی که بهمون میاد به اینا توجه کنیم. گاهی خداوند میبینی تو رفتی یه جای حرف بزنی، هیچی آماده نداری، میری اونجا میبینی همه چی پشت هم و قشنگ تو ذهنت میاد و مطلب خیلی قشنگ پرورده میشه. گاهی هم میبینی همه چی رو نوشته بودی، آماده کرده بودی، مطالعاتش هم انجام شده بود، یه تکونی خورد بالای منبر میبینی میگه افتضاح شد، همش به هم ور شد، به قول قومیا خودم هم نفهمیدم چی گفتم. پس این تو زندگی هست، نشونمون میدن، لااقل یاد بگیریم. اگرم آدمی نبودیم که با باورهامون تا اینجا بیایم، با تجربه هامون لااقل بفهم. صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمایشات ابا عبدالله رو در بیابان منا مرور میکردیم و شیوه غریب ایشون رو برای جلوگیری از مندرس و از مندرس شدن معارف علوی و ولوی و جلوگیری از بازی معاویه رو دیدیم. معاویه 2 بازی رو همزمان شروع کرد. یک، همچنان به سنت خلفا مانع از نوشتن احادیث درست میشد، خصوصا از طرف شیعیان، و دوم در کنار او حرکت جعل احادیث رو راه انداخت. از یه طرف احادیث شیعه پخش نشه، از طرف دیگه احادیث جعلی پخش بشه و این سالها بود که جریان داشت. این در دوره خلفا 3 خلیفه اول جریان داشت، با همون داستان معروفی که از ابوبکر و عمر شنیدید که نگذاشتن احادیث نوشته بشه. در دوره معاویه هم جعل حدیث خیلی رونق گرفت و این دوتا با هم یواش یواش اسلام رو تبدیل به یه پوستین وارونه میکرد و همه چی رو از دست میدادیم. یکی از شیوه های بسیار مؤثر کاری بود که امام حسین در بیابان منا کرد. اصحاب و تابعین رو جمع کرد و مجموعه این معارف رو توی کلاس درس عظیم به شیوهی بسیار زیبا آموزش داد، شیوهی که کاملا میتونست تو دراز مدت اثر کار معاویه رو از بین ببره. چرا؟ چون احادیث اصیل بود. چرا؟ چون راویش فرزند پیغمبر بود. چرا؟ چون صحابه و تابعین همه شاهد بودن و همه میگفتن و همه هم متعهد شدن وقتی برگشتن به شهرهای خودشون برای مردم از این احادیث بگن، البته با مراقبت از کسی که بهش حدیث رو تحویل میدادن. این معناش شکلگیری یه جریان نقل سالم احادیث بود و این در دراز مدت میتونست همه اون جریان قبلی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. امام حسین تا جایی از خطبهش رو با هم خوندیم، من 2-3 تا فراز دیگش رو میخونم و توضیح میدم. حضرت با همون سبک و سیاق قبلی میگه اتعلمون، میگفت، یادتون باشه میگفت و جواب میگرفت از اونا، آیا میدونید کانت له من رسول الله کل یوم خلوتن و کل لیلت دخلتن اذا سأله اعطاه و اذا سکت ابدعه ایاه. همه گفتن که قال اللهم نعم، گفتن بله این ما شنیدیم، گفتم من براتون. از اون طرف فلان صحابه میگفت که بله من اینو از خود پیغمبر شنیدم. اون تابعی میگفت من مثلا از
زید ابن حارثه از قول پیامبر شنیدم. یعنی حدیث کلی سند اونجا پیدا میکرد و اعتبار و دقتش قطعی میشد. جمله معناش چیه؟ فرمود که آیا میدونستید که برای رسول خدا، برای علی از طرف رسول خدا هر روز یه ساعت خلوتی بود. یه ساعتی بود که پیغمبر با علی خلوت میکرد، هیچ کس هم تو اون خلوت راه نمیداد. و هر شب یه بار علی سراغ پیغمبر میرفت و در هر جا که بود زمانی رو با پیغمبر میگذروند. خب چرا دلشون برای علی تنگ میشد؟ فقط این نبود، بلکه اگر شما تاریخ پیغمبر رو دقیق بخونید متوجه میشید که پیامبر یه آموزش های ویژه برای علی داره. یه آموزش های ویژه‌ای که تو اون ایام علی علیه السلام تمامی معارف دین و احکام مسلمانان رو از پیامبر به تدریج آموخته و تمامی تفسیر قرآن رو از او گرفته. اینو از کجا میگم؟ هم صراحتاً در روایات ما وارد شده، هم اصلا اهل حدیث میدونن که پیغمبر علی علیه السلام 2 تا نوشته معروف داشته که البته به دست ما نرسیده و دست اهل بیته. یکی کتاب معروفی بوده به اسم جامع علیین، کتابی بوده که همه اونچه که مورد نیاز بوده تا روز قیامت علی علیه السلام از پیغمبر شنیده و در او نوشته. این تو روایات خیلی زیادی هست. مثلا زراره میگه من پیش امام صادق بودم، مسئله مطرح شد، حضرت رفت یه کتاب بزرگ آورد. گفتم این چیه؟ گفت این جامع علیه. گشت مسئله مورد بحث ما رو تو همون کتاب پیدا کرد و نشون داد. ببین تو کتاب علی اینو نوشته. تو روایات داریم هر آنچه که مورد نیاز مسلمانان بوده تا روز قیامت تو جامع علی بوده. حتی عرش الخدش، میگه حتی میزان خسارتی که باید به یه آدم بدی اگه یه خط، یه زخم بر بدن او انداختی. کتاب جامع علیین تو روایات شیعه مشهوره و انقدر مطلب راجبش داریم که خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی کاری که کرده بود این بود از مجموعه روایات وارده که خیلی گسترده است همه روایاتی رو استخراج کرده بود که تو این روایات چیزی رو از اون کتاب جامع نقل کردن، بعد اینها رو به هم دوخته و تبدیلش کرده به کتاب و جامع علیین. حالا مقصود این نیست هرچی تو کتاب علی بوده جمع شده ها، ولی هرچی از اون کتاب نقل کردند معصومین ایشون همه رو جمع کرده توی یه مجموعه گرده هم آورده. اگه بخواید ببینید تو این کتاب مشهورشون مکاتیب الرسول، تو کتاب مکاتیب الرسول همه این جامعه رو که مونده در روایات ما جمع کرد. یعنی علی علیه السلام همه اینها رو از کی آموخته؟ از پیغمبر اکرم. و هر روز یه ساعتی کلاس خصوصی داشته برای علی و هر شب یه مهلتی داشته که بره با پیغمبر گفتگو کنه. خودش میگه علی میگه یا من میپرسیدم و پیامبر جواب میداد، یا اگر من چیزی نداشتم بپرسم پیامبر شروع میکرد. همین تعبیر رو خوندم براتون که کل یومن خلوتن بل کل لیلتن دخله اذا سأله اعطاه. اگه میپرسید پیغمبر میگفت براش و وقتی سکوت میکرد او آغاز به سخن میکرد. از این مهمتر نوشته دیگه ای داره علی، نوشته که تو کتاب ها خوندید، میگن علی علیه السلام قرآن رو یه بار نوشت بعد از فوت پیغمبر. مقصود خود قرآن رو فقط نوشتن نیست، قرآن رو هم نوشته
ولی اونایی که اهل تحقیقن میدونن علی قرآن رو با تفسیرش نوشت و توضیح میداد هر کجا منظور چیه، هر ابهامی رو تو اون نوشته خودش داشت و همه اینا رو از کی پرسیده بود؟ از پیغمبر اکرم. یه دوره تفسیر مفصل، یه دوره معارف مفصل تا همه نیازهای تا روز قیامت توش جمع شده بود. این آموزش هایی بود که علی دیده بود و احد اینجا آموزش ها رو ندیده بود. این جایگاه علی بود نسبت به بقیه. ما گاهی از اوقات فکر میکنیم که خب علی هم یکی از اصحاب بود ولی خب بزرگتر نسبت به سایر اصحاب. یه بار تو روایات داریم از یکی از اصحاب پرسیدن که مثلا نسبت علی رو با بقیه یاران که آخه اون یار پیامبر، اون صحابه هم فلان بود، طرف میگه که تو میخوای یعنی من بگم علی بالاتره یا او؟ ما اصلا اصحاب پیغمبر رو بر اساس میزان پذیرش و تبعیت از علی حساب کتابشون میکنیم. علی رو با کسی مقایسه ما نمیکنیم. هر کسی به میزان تبعیت از علی درجه داره، نه اینکه بگیم این بالاتره یا علی. توی همین نکته ها حضرت امیر یه تعبیر مؤدبانه‌ای داره در رابطه با اصحاب پیغمبر. میگه اصحاب پیغمبر عمدتاً آدمای عادی بودن، وقتی دور پیغمبر می نشستن، به زبون من بخوام بگم عوام بودن. دور پیغمبر که می نشستن همین می نشستن، گرده می کردن، به قول باز بنده چرت و پرت می گفتن گاهی جلوی پیغمبر. و اگه یکی سوال میکرد خب اینا گوش میکردن ببینم پیغمبر چی میگه، ولی اگه کسی سوال نمیکرد همینجوری مینشستن، چیزی حتی سوال هم به ذهنشون بندگان خدا خیلی نمیآمد چی بپرسن از پیغمبر. ولی بعد ادامه میده، میگه ولی من با پیغمبر اینجوری بودم، همین تعبیری که امام حسین میگه من خدمت ایشون هر روز میرسیدم، هر روز درس میگرفتم، روز و شب. و این کلاسیه که 20 سال 20 و چند سال تا فوت پیغمبر ادامه داره. حتی تو لحظات آخر داریم که وقتی که رسول گرامی اسلام لحظات آخرش رو میگذرانه، علی میگه که تو اون لحظات پیامبر 1000 کلمه به من آموخت، 1000 کلمه به من آموخت که هر یک از اون کلمات ازش 1000 باب تازه علم گشوده میشد. اینا حرفای خیلی بزرگیه، ما که عاجزتر از اونیم که بفهمیم این حرفا رو. ولی ببینید گاهی تو فقه هم شما نگاه میکنید، مثلا یه قاعده دارید اصالت الصحه، میبینید از این قاعده 10 قاعده بیرون میاد و صدها و هزاران مشکل حل میشه با همون قاعده. علی تو همون لحظه های آخر هم خودش میگه پیامبر اکرم به من 1000 نکته آموخت که از هر کدام اونها 1000 باب تازه باز میشد. این مجموعه آگاهی های علیه که حسین داره به همون اشاره میکنه. ابن عباس میگه، وقتی میدونید ابن عباس چنان اقتدار علمی بین اهل سنت داره، بهش میگن حبر الامه، عالم بزرگ امت پیغمبر. خودش میگه و ما علمی و علم اصحاب محمدin صلی الله علیه و آله فی علم علی الا که قطرة فی 7 ابحر. میگه علم من و علم اصحاب پیغمبر، هممون از دم، به قول من هممون از دم، در علم علی مثل یه قطره آب توی 7 دریا. توی 7 دریا. ببین عالم کمی نیست. تا ابن عباس وقتی اسم ازش میارن، نفر بعدی کلی با او فاصله داره تو میان اهل سنت. او خودش میگه من و همه رفیقام اینقدر بیشتر نداریم جلوی علی. پس سطح علمی علی و تفاوت توانایی علی رو نشون میده. اینو ببینید هیچ کس منکر نیست. حتی خلیفه دوم راجع به علی
70 بار این جمله رو گفته در تاریخ، میگن که لولا علیون لهلک العمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده. چون حرف بی خود میزد، علی میامد تصحیح میکرد، فتوای اشتباه میداد، علی میامد درستش میکرد، قضاوت غلط میکرد، علی میامد تصحیحش میکرد. خودش گفته بود، گفته که لا یبقانی الله لمعضلة لیس لها ابوالحسن، خدا منو تنها نذاره با یه معضله‌ای که برای اون معضل ابوالحسن نباشه. خودش گاهی گفته، باز نقل شده اهل سنت، گفته کل الناس افقه من العمر. میتونی فارسیش چی میشه دیگه؟ کل الناس افقه من العمر، همه از من بیشتر. خودش از ناراحتی از نادانی خودش میگفته و هر جا علی بود او دریغ نمیکرد و گیر اینها رو برطرف میکرد. کتابای روایی متعدد میبینید جاهایی که خلفا اشتباه میکردن، گیر میکردن، جوابگو نبودن و علی به میدان میآمد. فرصت اگه باشه اینو خیلی مواردش زیاده. پس تازه علاوه بر این رو هم بدانید، علم معصومین علیهم السلام فقط آموختهاشون از فرد گذشته نیست، این علم دائما در جوششه به خاطر سلوکشون و به خاطر اینکه از اون چه که آموختند هی آموخته های تازه‌ای به دست میارن، چون فکر میکنن خودشون مواجهه دارن. بالاترین علمشون علمیه که حاصل از سلوکشونه، حاصل از بالا رفتن مقام معنویشونه و این علومه که علی رو خیلی فراتر از همه میبره تو علم و آگاهی. اون چه از علی علیه السلام باقی مانده برای ما که حالا خیلیش هم به طور طبیعی نرسیده به ما، میدونید مثلا ما اگه بپرسن از زمان میگیم نهج البلاغه، ولی میدونید چند برابر نهج البلاغه فقط خطبه های علی و نامه های علیه، چند برابر. تو بعضی کتاب های مثل نهج السعاده و بعضی کتاب های دیگه اون خطبه ها هم جمع شده. ما 12,000 تا حدیث فقط تو یک کتاب قررالحکم از علی علیه السلام برامون نقل کردن و اگر بگردید کتب حدیثی رو میبینید که خیلی از احادیث هست نه در نهج البلاغه است نه در قررالحکم. پس جمله ابا عبدالله در حقیقت اون عظمت علمی علی رو دوباره به یاد همه میاره. تو این عظمت علمی رو پیامبر به 100 طریق گفته انا مدینة العلم و علیون بابها. اقضاکم علی، از علی از همه بهتر قضاوت میکنه. من اگر شهر علمم، اگه کسی میخواد حرفای منو بفهمه، اگه کسی میخواد به این شهر علم راهی پیدا کنه، یه در بیشتر نداره اون در، اون علیه. امام حسین جمله بعدی که میفرمایند اینه، باز به همون سبک و سیاق، اتعلمون ان رسول الله فضله علی جعفر و حمزه حین قال لفاطمه علیها السلام زوجتک خیر اهل بیتی اقدمهم سلما و اعظمهم حلما و اکثرهم علما. جملات زیادی داره پیغمبر خطاب به فاطمه که تو اون جملات از علی تعریف میکنه و میخواد فاطمه بدونه همسرش چه جایگاه عظیمی داره. تو یه قسمت از این جملات این تعبیر رو که حضرت ابا عبدالله نقل کرده اومده و اون اینه که رسول خدا خطاب به فاطمه گفت که همسر تو بهترین اهل بیت منه. این حرف عظمتش معلوم نمیشه تا شما ندونید که اهل بیت پیغمبر آدمای خیلی بزرگی توشون هست، ولی علی از همه بالاتر. اینجا خود امام حسین به 2 نفر اشاره میکنه، میگه رسول خدا علی رو بر جعفر و بر حمزه مقدم داشت. ببینید جعفر و حمزه، من الان یه قدری راجبشون در حد فرصتمون توضیح میدم.
آدمایی هستند که علی میگه اگر این دوتا بودند حکومت به دیگران نمیرسید، به من میرسید. این خیلی نکته بزرگیه. اینا شخصیت علمی و شخصیت اجتماعی و شعور و شجاعتشون در حدی بود که همین یکیشون یا دوتاشون با هم میتونستن بازی رو کاملا برگردونن. چرا؟ شما مثلا باید بدونید جعفر کیه. ما یه جعفر میشناسیم، نماز جعفر طیار هم شنیدیم، ولی عظمت او رو اصلا نمیدونیم چی. میدونید گفتن سومین یا سومین، بعضی گفتن کسی که پیغمبر ایمان آورده، یعنی میگن حضرت ابوطالب دید که علی پشت پیغمبر داره نماز میخونه، به جعفر اشاره کرد که جعفر تو نمیخوای بال دیگر پسر عموت باشی. میدونید منظور چیه دیگه؟ یعنی پیغمبر رو به پرنده تشبیه کرد که یک طرفش کی وایساده؟ علی وایساده. تو هم بال دیگر پسر عمود باش. تشبیه قشنگیه. واقعا هم علی و جعفر دو بال پیغمبر برای پرواز بودن. چرا؟ چون شما میدید مثلا پیغمبر تو مکه به مشکل خورده، عده زیادی از اصحاب از دست خواهند رفت، مجبور اینا رو از مکه بیرون ببره. کجا باید برن اینا؟ حبش. همه دیگه بلدی. رئیس اینها کیه؟ جعفر. جعفر چند سالشه فکر میکنید؟ اینم شاید ندونید. بین پسران ابوطالب میگن 10 سال فاصله سنی هست. بزرگتر از همشون اسمش چیه؟ طالب، که به حضرت ابوطالب به اسم اوست که میگن ابوطالب. بعدش عقیل، بعدش جعفر، از همه کوچیکتر علیه. و جالب اینجاست که اختلاف سنی اینا رو هم اونجوری که نقل میکنن 10 ساله. حالا چه جوریه من نمیدونم، ولی علی مثلا در ابتدای بعثت پیغمبر اگر 10 سالشه، جعفر چند سالشه؟ 20 سالش. عقیل 30 سالش. طالب هم 40 سالش. بعد اینا ظاهرا از اون بالا که میان پایین به ترتیب عکس فضائلشون زیاد میشه. یعنی طالب حتی تو سپاهی که با پیغمبر جنگیده ها، اینم بوده. البته نمیگن کسی رو کشته، ولی بوده تو بدر. مثل این که بعد از اون عقیله که خب خیلی مرد قرص و محکمی نیست، بالاخره شنیدید گفتگوهاش رو. بعد جعفر، بعد از اون و بالاتر از همه علیه که از همه کوچکتر. جعفر 20 و چند ساله، زیر 30 سالشه. جعفر به عنوان رهبر مسلمانان میشه و میره به سمت حبشه. تو اینجا هم فکر نکنید اینا رفتن اونجا یه جای اتراق کردند و موندن. خب میدونید کشور حبشه در دست پادشاهان مسیحیه و خیلی هم برای قریش سخت نیست برن اونجا زیراب اینا رو بزنن. همین کارم میکنن. عمرو عاص رو میفرستن اونجا زیراب مسلمانان رو بزنن. شما میزان پختگی و عقل و شعور این جوان 30 ساله یعنی جعفر رو در حدی میبینید که اولا نجاشی به دست او مسلمان میشه، به تعداد زیادی از مردم حبشه به دست او مسلمان میشن. جامعه مسلمانان که تقریبا نیمی از مسلمانان بودن تا نزدیک تا زمان بعد از خیبر تحت رهبری جعفرن. این جوان تونسته کل این مجموعه رو جمع کنه و حتی آثار وجودی زیاد هم بگذاره. عمرو عاص میاد که اینها رو یه کاری کنه، نجاشی دستگیرشون کنه. چنان زیبا آیات قشنگی رو در معرفی نگاه پیغمبر به مریم عذرا نشون میده که نجاشی عمرو عاص و بقیه رو با جاه و جلالشون بیرون میکنه، هدیه‌هاشون هم قبول نمیکنه. یه جوان بسیار عاقل و باشعوره. سابقه داره ها، یعنی از جعفر نقل میکنن که زمان جاهلیت یکی از معدود کسانی بود که اصلا مشروب نمیخورد. بهش میپرسیدن تو چرا نمیخوری؟ میگفت چیزی بهتر از عقل دارم که با خوردن مشروب رو از بین ببرم. اینا خیلی عقل و شعور تو اون دوره جاهلیت میخواد. یه جوانه
که از اوائل جوانی سرشار از شعور و عقله دینم پیدا کرده، فوق‌العاده شده، واقعا یه بال دوم پیغمبره. جعفر میدونید که خاندان و بچه هایش هم 2 تاشو نقل میکنن که کنار ابا عبدالله کشته شده. حالا من تحقیق دقیقی نکردم. و یکیش هم که همون همسر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر. این مرد به این عظمت و به این بزرگی، علی از او بالاتر حساب میشه. 10 سال اختلاف سنی دارن. این تو اون سنینی که پیغمبر حرف میزنه، یه مثلا فرض کنید علی یه جوون 20 ساله است، جعفر یا آدمی در غایت عقلانیته، ولی علی از اون برتره. حمزه رو اسم برده دیگه. حمزه سید الشهداست. شما میدونید حمزه 2 سال از پیغمبر بزرگتره، یعنی سن و سالی داره. معروف به شجاعت و غیرت و تعصب و حمایت از پیغمبر، و اصلا یکی از ستونهای اسلام در زمان مکه جعفره. کسی جرئت نمیکنه طرف پیغمبر بیاد، چون میدونه طرف، ببخشید، حمزه است. یکی از ستونهای حمایت از پیغمبر حمزه است. حمزه رو کسی حریفش نیست. شنیدید ابو جهل میاد شکمبه شتر بر روی پیغمبر میریزه. وقتی حمزه میاد، ابو جهل رو چی کرد؟ بزرگان قریشه میره با کمان چنان تو فرق سرش میزنه که سرش میشکافه و کسی جرئت نمیکنه به حمزه بگه حرفی بزنه و اعلان میکنه من به پسر برادرم ایمان آوردم. خب حالا کی حرفی داره بگه؟ این مرد بزرگ و سید الشهدا رو پیغمبر با کی مقایسه میکنه؟ با علی جوان. و میگه تو بدون که همسر تو از هر دوی این بزرگان تو خاندان من بزرگتره. با این تعبیر دقت کنید، تعبیرش هم قابل تأمله. اقدمهم سلمن. اقدمهم سلمن رو همه توضیح میدن که یعنی در اسلام بر همه مقدم بوده. درسته، غلط نیست، ولی یه نکته لطیفی توش هست. این هست که ببینید اسلام در معنای تاریخیش به معنای پذیرای حق و حقیقت بودنه. اسلام فقط ایمان آوردن به پیغمبر خدا نیست. وقتی میگیم علی اقدمهم سلمنه، یعنی اولین کسیه که در برابر حقیقت تسلیم میشه. شبیه ترین داستانی که اینو نشون میده داستان همون مسجد ذوالقبلتینه. میگن وقتی پیغمبر بر سر نماز جبرئیل او رو چرخوند، وسط میگن 2 رکعت خونده بود، برش چرخوندش. میگن تنها کسی که بدون هیچ تأملی با پیغمبر چرخید علی بود. یعنی علی تسلیم محض حق و تسلیم محض پیغمبر خداست. اقدمهم سلمن فقط یه واقعه تاریخی رو نمیگه که آره اولین مسلمان شد. نه، اصلا سبقت علی در سلم و اسلام به معنی تقدم در پذیرش حقه. اقدمهم سلمن، اینا جای بحث زیاد داره، منتها فرصت نیست. و اعظمهم حلمن. این جوون 20 و چند ساله رو میگه حلمش، بردباریش. دقت کنید تو جوون نسبت تو هر 10 سالی که سنت بالا میره کلی آدم آرامتر و عاقلتر میشه، حلمش بیشتر میشه. میگه از حمزه حلیمتر بود، میگه از جعفر حلیمتر بود. شما در وصف علی شنیدید وقتی به وحشی میگه که میخوام یا پیغمبر رو بکشی یا علی رو یا حمزه رو، میگه پیغمبر رو که دستم نمیرسه چون اصحاب مراقبشن. علی رو هم نمیشه کشت. چرا؟ چون میگه انقدر بر اوضاع جنگ مسلطه، از یه راه که میره یه راه دیگه برمیگرده. اونو نمیشه حساب کتابش کرد. این نشون دهنده اوج تسلط علی به خودش تو هنگام جنگ. مراقب همه جا هست علی. اما حمزه رو میتونم بکشم. چرا؟ چون اون وقتی حمله میکنه دور و بر خودش هم نمیبینه. اعظمهم حلمن و اکثرهم علمن.
او با اینکه از همه کوچیک‌تره ولی از همه دانشمندتره. همه گفتن قال الله، قالوا اللهم نعم. آره خدا شاهده، به خدا قسم ما هم همه این رو شنیده بودیم. میبینید که پس تو اینجا داره امام حسین چه میکنه؟ صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و یکی دو جمله هم در عظمت این صحرایی که این روزها رو به یاد او زنده می‌داریم خدمتتون عرض. ما معمولاً یه سنت غلطی داریم تو روزه خونی، به خصوص حالا تو قم نمیدونم، مثل اینکه اینجا هم همینطوره. روزها رو نامگذاری کردیم به اسم افراد خاص. عیبی نداره اون روزها روزه خاص میخونیم، ولی یه اتفاق هم اینجا میفته. اگه گفتین اون اتفاق چیه؟ مجموعه ای از روزه ها از دست میره و مجموعه ای از معارف رو باش تو این روزه ها آشنا نمیشیم. میدونید روزه تو این صحرا خیلی هست. تک تک اون بچه هایی که تو اون بیابون خار به پاشون رفت، تو تنهایی ترسیدن، شب یه گوشه گرفتن خوابیدن، روزه دارن. یکی از دوستان من میگفت پدر و مادر من سنش زیاده ها، 60 و چند سالش، میگفت پدر و مادر من یه جوون داشتن که تو جوونی تصادف کرد مرد. میگفت برادر ما بود، ماها هنوز یادمون هست، ولی داغ پدر و مادر من هر وقت راجع به اون حرف میزنیم تازه است. ما اصلا داغ رو نمیفهمیم، به خدا نمیفهمیم. شما نگاه میکنی یه مادری یه بچه کوچولوی 3 ماهش از دنیا میره، اصلا افسردگی میگیره. باید کلی دوا درمونش کنید تا این بتونه آروم آروم فاصله بگیره. تازه نمیگه ها، ولی سالها خاطره اون بچه تو دلش هست. اینا همه عزاست و همه تو اون صحرا هست. ما با محدود کردن روزه ها و با کم دیدن صحنه ها گیر میکنیم. یکی از دوستان عزیز ما هست، من یه بار حاج آقای مولوی رو اسمشون هم بیاریم، حاج آقای مولوی رو ازش پرسیدم که آقای مولوی به نظر تو که این ور اون ور زیاد میری، این روزخونا چرا انقدر دروغ میگن؟ به حساب من گاهی 90 گاهی هم لامصب تا 100% دروغ میگن. یعنی اصلا اون کسی که میگن نبوده، اون حادثه‌ای که اینا میگن اتفاق نیفتاده. چرا اینجوری میشه؟ گفت علتش اینه شما کل کربلا رو بخوای بگی 3 ربع طول میکشه، اینا میخوان هر شب 3 ربع روزه بخونن. خب طبیعی آدم کم میاره. البته روزه خون ما با سواده و خیلی هم خوب روزه میخونه، من خدای نکرده به ایشون نمیخوام متعرض. ببینید ما از یه طرف روزه رو میکنیم مخصوص چند نفر، بعدم روزه رو واقعا نمیبینیم. الان وقتی میخوایم از علی اصغر بگیم، میدونید از کجا میشه شروع کرد؟ از اون مادری که 9 ماه این بچه رو به امید اینکه بچه حسین رو میخوام بزام تحمل کرد، درد کشید، شب خوابش نبرد، بچه این ور اون ور شده، این اذیت کشیده، گریه کرده، ولی به عشق این بوده که بچه ابا عبدالله رو میخوام بگم. به ما اصلا از اینجاها روزه رو شروع نمی‌کنیم. ما نمیبینیم مصیبت رو، راحت بگم ما نمیفهمیم. ما درد و مصیبت ها رو نمیفهمیم و الا تو صحرای کربلا خیلی درد هست، خیلی درد هست. برو تو چشم حسین، همه رو میبینی. حسین دنیای عاطفه است. ما فکر میکنیم حسین، به قول خود ما یه 0 و 1 درست میکنیم، میگیم حسین چون میدونه این دنیا فلانه انگار هیچ مصیبتی برش نازل نمیشه. نه، حسین از همه ما بیشتر عاشق زیبایی هاست. حسین عمق دردها رو میفهمه. حسین کنار تک تک رنج های اصحابش رنج میکشه. میبینی او نه فقط مشغول اصحابه، فرصت میکنه این خارا رو هم از تو صحرا میکنه. چرا؟ چون میدونه بعدش قراره چه اتفاق بیفته. میدونه این بچه ها قراره آواره اون
صحرا بشن. میدونه این بچه ها، بین اون بچه ها میدونید چی کشیدن؟ ما یه روزهای اصلا نمیخونیم. تو کتاب سماوی یه فهرستی از مادرانی رو نوشته که ایستادند جلوی چادر، تک تک میبینند که بچه هاشون تکه تکه میشن جلوی چششون. میفهمیم یعنی چی؟ نه به خدا نمیفهمیم. مردن ساده یه بچه جلوی مادرش چقدر قصه داره، چقدر میشه ازش گفت، چقدر خاطرات او براش هست. اون پدر و مادری که اول بحثم گفتم جوونشون مرده، میدونید علتش اینه الان وقتی میره در یخچال رو باز کنه یادش میفته پسرم این یخچال خراب شده بود درست کرده. در رو که باز میکنه میبینه میخ توشه، میگه به پسرم گفته بودم این میخ و در را یادش رفت، مهربون بود. همه زندگیشون پر از خاطره با اون بچه هاشونه. اون مادرهایی که وایستادن یه دنیا عزاداری دارن، ما هیچ کدومشون رو نمیبینیم. خود اون بچه ها، شما میدونید کربلا، از عبور از کربلا، عبور از اون صحنه هایی نیست که دیگه از یاد این بچه ها رفته باشه. همه به شدت آسیب دیدن. شما احوالات امام سجاد رو بخونید، میگه تا آخر عمر امام سراسر اشتعال از سوز کربلا بود. خوندید خودش رو، میگه یکی از غلاما دنبال امام رو افتاد، رفت تو بیابون، دید حضرت رو صخره ها، اینقدر گریست 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 که آخر سر غلام صداش در اومد، آقا چرا اینطور با خودت میکنی؟ این عزاها رو نمی. تو این لحظه ها بود که حسین به چادر سر زد. ندیدیم، نمیدونم شاید هم دیدیم توجه نداریم. یه بچه خیلی کوچولو، بچه شیرخوره، هیچ شکلی برای دفاع از خودش نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، همه چیش سینه مادره که اونم خوش شد. آب نیست تو این خیمه ها. میگه بچه رو آوردن، حسین خواست باش وداع کنه، معلومه لحظه های آخر بازی حسین هم. یه بچه رو بغل کرد، دید بچه دیدش که تلظی میکنه بچه، یعنی از شدت تشنگی هی حالت دهنش انگار خشکه، آبم که نیست، شیرم که نخورده. این بچه کوچولوی 6 ماهه تلظی میکنه. حسین بچه رو بلند کرد، کاری هم نمیتونه بکنه، آبی که نیست تو کن. اول حجت تمام شه، بالاخره اون پدر وظیفه داره، اگه راهی هست گفت بیاید این بچه از من بگیرید، به من نمیخواید آب بدید، بچه رو بگیرید که ما آب نخوریم. ولی این بچه داره میمیره، به این بچه آب بدید. بعدم توی نگاه دقیق حسین اینا همه اتمام حجت، همه اتمام حجته که شما حتی احساس انسانی هم ندارید. مسلمان که هیچ، آدم هم نیستید شما. یه بچه جلوی چش شما داره میمیره، از اون بچه آب دریغ میکنید، دستشو بلند میکنه با بچه. دیگه غیر انسانی تر از این میشه که آدم به فکر این میفته الان موقع خوبیه، این بچه رو دریاب هرمله. صلی الله علیه یا حسین. من نمیدونم، ایشالله هیچ وقتم نفهمم که چجوری میشه آدم تیر برداره، سلیقه به خرج بده، تیر 3 شعبه برداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.